بخو باشم. تو امروی ما خوراک نمیخوری؟ اشتیا ندارم، بعد میخورم. اقلا چای ریخته میتونی؟ زینب بچم به حال شما. سلام عرض میکنیم به همه شما بیننده های عزیز تلویزیونی سینما. خوشحال از اون هستیم که باز توسط برنامه گنج تصویر به دیداری هم رسیدیم. امروز در استودیوی تلویزیونی سینما یک مهمونی داریم، دیرکتوری مؤسسه دولتی خطلونسینامو زفر ولی امروز مهمون ما هستند. شما رو خوش آمدید میگوییم و نخست میخواستم درباره فعالیت امروزه تمام اون سینما افرانی که امروز شب و روز شما زحمت میکشید، امروز چه حال و هوایی دارند، سر کدام فیلم کار میکنند سینما افرانی خطلونسینامو. اولو سلام با تمام تماشابینان تلویزیون سینما. البته خوب شد که امروز تلویزیون سینما تشکیل یافت که امروز این منبر ما سخن کردم میتونیم درباره فعالیت خود چیزی گفتم میتونیم. امروز مؤسسه دولتی خطلونسینامو نقشه‌های زیاد دارد و مرحله با مرحله این نقشه ها الکی خوب عملی شده ایستادن. این حال کارمندان مؤسسه با مؤسسه قریب که 3-4 سناریو وارد شدگی است. این حال در حالت کارکرد شده ایستادن. خب از این 3-4 سناریو پیشنهاد شده یکی از اونها انتخاب می شود برای امسال برای ثبت یعنی که تهیه فیلم و چون که بیشتر از طریق تلویزیون سینما ما برنامه اسرار فیلم آفرین تماشا کردیم درباره فیلم فرشته امید. همون فیلم تازه ایجاد مؤسسه است که روزهای نزدیک به معرض تماشابینان گذاشته می شود. یعنی نخست نمایش این فیلم برگزار می شود چه در شهر بختر و چه در شهر دوشنبه و چه در دیگر ولایت های جمهوری تاجیکستان به پیشنهاد تماشابینان می گردد. این کار به شأن و شرف تو، پدرت، من، مادرت و دیگر اقربایت زیبنده نیست. من میدونم که بعد فوت همسرت خیلی تو تغییر یافته ای، لیکن زندگی حیات باید دوام کند. آخر تو دوام عمری ما هستی. درست میگوید بجا. در مورد فیلم فرشته امید گفتید شما فیلم نامه رو که ایجاد کرده است و در همین فیلم شما اکتیرون رو از کجا انتخاب کردید و چرا محض همین اکتیرون رو انتخاب کردید؟ ایده این فیلم خوب از اون خودم است، بنده است. من خودم این ایده رو پیشنهاد کردیم و در یک جایگی با پرودوسر این فیلم رحمت الله شویف در یک جایگی ما این فیلم رو کار کردیم و الکی سناریو همون فیلم آماده شده بود سال گذشته و پرداختیم به تهیه فیلم، یعنی که نواربرداری این فیلم از 4 ژانر فیلم آفرین استفاده شدن در این فیلم و تمام اون هنرمندان مرکزی که در فیلم نقش بازی میکردن از شهر دوشنبه دعوت شده بودن به شهر بختر برای نقش بازیدن. از قبیل استاد عبیدالله رجبوف، نظیرمد موسویف، موافکیت و زلخمار ابراهیم و اینچنین باز دیگران دعوت شدگی بودن در این لایحه فیلم. البته ما بسیار خرسند هستیم وقتی که ما به شهر دوشنبه میایم تکلیف میکنیم کدام یک هنرمند رو برای اجرای این یا اون نقشی که در فیلم ما است خوب اونا خوب پذیرایی میکنن و یگان لحظه نشده است که اونها گویند که نه. البته من فکر میکنم که پیش از همه اونها فکر میکنم با جوانی ما با نو تاسیس بودن ما شاید که اونها میخوان کمک کنن دستگیری کنن که این مؤسسه ما رشد بیابد. البته همین خیلی هم شد. تمام اون هنرمندایی که ما دعوت کردیم همه اونها خوب با یک دلی گرم با یک انرژی قوی میان با مؤسسه ما خوب فیلم برداری میکنیم. باباش رستم جان با امید جان بسیار مانند شده است. ای بیا جان بیبی. بیشتر با مراد مانند است پلنگ بچه.
البته فرشته امید فیلمی است که 4 ژانر فیلم آفرینی در اون هست و غیر از این در اونجا چخیلی که پیشوای ملت همون سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردن و در آن همین فیلم کوشش کردیم که هنرهای مردمی رشد دهات بله جای داده شود که البته تصویر خود رو یافته است در این فیلم. ای بچه سلام علیکم رئیس. و علیکم السلام. گوش کن همین خرید حجت داره؟ نه. برای سایفلای بیتار حجت میگه فهمیدی؟ در این قشلاق به حجت خر در کار نیست. گوش با مای کبرش. میخواستم در مورد برنامه رشد کینو که برای سالهای 2018 2022 قبول شده است انا همین تو چه اندازه تاثیر مثبت خود رو به خطلونسینامو میرسوند؟ البته امروز ما تمام جوانان ایجادکار تمام نفرانی که امروز دست به کار سینما هستیم در ولایت اولو با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس می‌نماییم چون که اونها با ساحه سینما بسیار توجه نیک کردن توجه خوب کردن که برنامه رشد کینو برای سال 2018 2022 قبول شد. من فکر کردم فکر میکنم که همین برنامه یک تکون بخش یعنی همین ساحه می شود و در همین تاسیس یابی مؤسسه دولتی خطلونسینامو در اساس همین برنامه رشد کینو است که سال 2018 مؤسسه مو یعنی که تولید یا یعنی که مؤسسه مو با کار شروع کرد. انا ببینید که در مدت همین 2 سالی که شما فعالیت دارید فعالیت شما اگر نظر است بگویم خطا نمیکنم من میخواستم درباره شمار فیلم های هم بدیعی و هم مستندی که تو امروز شما نواربرداری کردید بگویید چند است به چند رسید شماری فیلم های شما؟ البته در مؤسسه پیش از اون که مؤسسه دولتی خطلونسینامو تأسیس داده شد ما گروه ایجادی خطلونسینامو بودیم و در اساس لیسانس فعالیت میکردیم. قبلا ما 3 فیلم تهیه کرده بودیم و بعد از تأسیس یابی مؤسسه 3 فیلم هنری و 2 فیلم حجتی در دوام 2 سال ما تهیه کردیم و حال هم میگیم کم از باید زیادتر میکردیم اما اصلا که نو تأسیس بود با بعضی پرابلم‌های دیگر اونجا وجود داشت که از پای اونها هم شدیم و ما هم نیت داریم که در آینده حداقل هیچ نباشد در 1 سال 2 فیلم بدیعی 2 فیلم مستند یعنی تهیه کرده پیشنهاد تماشابینان سازیم و بسیار خوب شد که در جمهوری علاقه چندین مؤسسه‌ای هستند که با تشکیل یافتن که اونها با استحصال فیلم وابسته شدند و چی سوخت سینما مثلا خطلونسینامو و امروز در بدخشان هم علاقه کین استودیو شده است و مؤسسه دولتی توجیک فیلم علاقه بین ما رقابت سالم ایجادی پیدا می شود. در حالت رقابت سالم ایجادی پیدا شدن فیلم های خوب سالم تولید می شود. فیلم های تولید می شود که اونها با خوب با جای اندازه خود رو یافته می توانند یعنی که با خوب همون موقعی که ما امروز آرزو میکنیم که فیلم های ما در اون میدان ها گذاشته شود به مرز تماشابینان خارجی یا اینکه در کینو جشنواره های بیرون از کشور می شود. علاقه من فکر میکنم که انا همین تأسیس یابی یعنی که کینو استودیوی زیاد در جمهوری وقتی که رقابت اجتماعی موجود می شود این علاقه فیلم های خوب تولید می شود که با اونجا ما پیشنهاد سازیم فیلم رو. با اندیشه شما همچون یک رهبر همچون یک دیرکتوری انا همین خطلونسینامو تا کدام اندازه فیلم های شما آماده هستند برای اشتراک در کینو جشنواره ها در سینما بزم ها؟ البته ما همین فیلم فرشته امید رو چنان تهیه کردیم که هم برای پیشنهاد کردن با کینو جشنواره است و هم برای تماشای عموم. بله. و این چنین باز در نقشه ما همین سال فیلمی کوتاه حجم است. گفتم که 3 سناریو علاقه پیشنهاد است. از 3 سناریو ما یک تاش انتخاب میکنیم. هر 3 همون سناریو پیشنهاد شده همون شرط و شرایطی که با خود کینو جشنواره ها موافق میآید یعنی موضوعی که در اونجا قابل قبول همون حیات دوران میگردد همون گونه هست و حاضر ما در لحظه کار کرد از این سناریوها یکی از اونها رو انتخاب میکنیم. همین سال نیت ما این است که فیلم کوتاه حجم یعنی که دوامناکش کوتاه باشد برای اشتراک کردن در فستیوال های عمومی جهانی بود. و وقتی که شما با باوری سخن میگویید در مورد فیلم هایتون در مورد فعالیت ایجادی اون نفرانی که در خطلونسینامو کار میکنند البته این خوشحال کننده است ولی ببینید که تمام اون کارهایی که خوب انجام داده میشوند کارهای خوب رو میتواند متخصص انجام بدهد و امروز در مورد متخصصان آیا متخصصان در شما بسنده است و سرچشمه گرفتن متخصصان سرچشمه اکتورها اکتریسه ها بگویم اگر
از کجا هست، از کجا میگیرید؟ یعنی منظوری من جوانان هستن. راستی هر لحظه که ما چی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم میاییم، چی مؤسسه دولتی سوختسینما، ما همکاری زیش داریم. ما وقتی که از حال احوال یکدیگر با خبر میشویم و میبینیم که البته در تمام آن همین مؤسسه پروبلم متخصص وجود دارد، یعنی که نورسایی متخصص این وجود دارد و ما هم نورسایی متخصص هم داریم در مؤسسه خود. پردازگر مثلا کینه اپراتور، کارگردان، از حساب متخصص چون گفتیم تنقیصی داریم، نداریم نه هست پروبلم، اما با وجود این با حیاتی حاضره، یعنی که حیاتی کارمندانی که حاضر هستن با خوب اگر انرژی 50% داشته 50 دیگر یعنی که خوش میکنیم 100% گفته همشون با دل گرم و میدان میبرویان کار میکنیم، یعنی که در اونجا این گونه نیست که این کاری این است، این کاری وای است، این کاری وای است گفتن، این خیلی در گروه ما وجود ندارد. از همین سبب است که من فکر میکنم که فیلم‌های ما تست تولید میشن و تماشابین خود رو پیدا میکنن. آیا با شما دست داده است که یگون فیلمی حجتی بیافرید؟ البته ما در فعالیت 2 ساله خود البته 2 فیلم حجتی گرفتیم، یکیش نورک شهر نور و دیگریش فیلم خطلون است. اصلا فیلم نامه رو ما خود هیئت کارمندان همون مؤسسه متهیه کردیم از حساب استاتستیکای. وقتی فیلم اگر درباره فیلم خطلون صحبت کنیم، این از روی استاتستیکایی که امروز در ولایت یعنی که وجود دارد، رشد خطلون در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان در مقایسه با زمان شوروی فیلم همیگونه یعنی که تهیه شده است که ما در یک جایگی با هیئت ایجادی کارمندان مؤسسه خوب تهیه کردیم این فیلم نامه رو و نورک شهر نور رو هم همچنین تهیه شده است. شهر نورک در جنوب ولایت خطلون در ساحل دریای وخش جایگیر بوده، مساحتش 394.5 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. مسافه راه از شهر نورک تا پایتخت مملکت شهر دوشنبه 64 کیلومتر و تا مرکز ولایت خطلون شهر بختر 130 کیلومتر است. نورک شهر انرژتیک های تاجیک دارای تاریخی طولانی است. در کتاب تاجیکان باباجان غفوروف اشاره می رود که زمان سنگ در اینجا آدمان عمر به سر می بردند. نزدیک 30 سال می شود که تاجیکستان عزیز ما صاحب استقلالیت واقعی خود هست و امروز جوانان ما یعنی کارمندان شما که همگی جوان هستند، انا در همین شب و روز در زمان صاحب استقلالی کشور چگونه به فیلم آفرینی دست میزنند و آیا آن همین صاحب استقلالی تاثیر مثبت میرساند در ایجاد و فعالیت و عموما کار روزمره آنها؟ البته ما چون که شما گفتید که هیئت کارمندان ما همه جوان هستند، در حقیقت همون کارمندان ما بسیاری اونها همسال استقلال هستند. همسال استقلال هستند و امروز ما هر یک فیلم نامه، هر یک فیلمی که تهیه میکنیم کوشش میکنیم که در اونجا ارزش همین استقلالیت، ارزش همین آزادی، ارزش همین خوب مستقل بودن خود رو یعنی که در اونجا نشان دهیم ارزش رو و حرکت میکنیم که در اونجا عرف و عادت‌های ملی، خوب رسم و رسوم تاجیکی حتما انعکاس شود در اون یعنی با نگاهی نو. بله، با نگاهی نو انعکاس شود و امروز البته من یک جوانی خوب اگر همسال استقلالم گیم خطا نمیکنم، خوب خوشبخت از آن هستم که در زمان صاحب استقلالی روی هنر یعنی که سینما برآمدم و امروز شرایط خوب برای ما فراهم آورده شده است. ببینید ما در فیلم هایی که در زمان شوروی یعنی که ثبت میکردن، ما فیلماشون رو تماشا میکنیم که چگونه اون فیلم ها ثبت شده است. در اونجا دیدن میشود که چقدر زحمت، چقدر مهنت، چقدر خوب عذاب مشقت داشتن اونها برای گرفتن یک نوار فیلم. حاضر من با شرافت همین استقلالیت کشور که تمامی سمت‌های راههایی که با تاجیکستان وارد تکنولوژی و تکنیک یعنی میشود، تمام راهها گشوده است. یعنی که ما میتوانیم چی از دولت چین باشد، چی از مثلا دولت‌های اروپا، چی از دولت روسیه و چی از اون دولت‌هایی که اونها در ساحه سینما خوب رشد کرده هستند، تکنولوژی و تکنیک و تکنولوژی خوب و اینچنین
متخصصان وارد میشن با تاجیکستان ما که اونها ما از اونها چیزی میآموزیم، مثلا مستر کلاس ها میگذارونن که اونها میآموزونن. البته در زمان پیش این گونه چیزا نبودن که از شنیدیم و از ما کو ندیدیم، لیکن شنیدیم که همین گونه که دشوار بود برای اونها. امروز استقلال ببینید برای ما چی داد. استقلال برای ما چقدر آسانی آورد، استقلال برای ما چقدر شرایط خوب فراهم آورد. البته باز امروز انا همین نیرو و قوه انا همون خود جوانانی که ما در چخیلی که قبلا گفتیم گروه ایجادی بودیم، ما در ولایت فعالیت میکردیم، گروه ایجادی خاطلونسیнамо، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خاطلون، محض رئیس ولایت، معاون صاحبان که ما رو دیدن، فعالیت ما رو دیدن و گفتن که ما اول پیشنهاد ما بود که مؤسسه تشکیل یابد و اونا گفتن که خوب میشد که در این زمان مؤسسه تشکیل کنیم، یعنی که خوب ما توانیم رسم و رسوم منطقه خاطلون توسط فیلمنامه‌ها یعنی که انعکاس نماییم که اونجا بسیار چیزایی بودن که مثلا فیلم‌ها بسیارتر در منطقه مثلا شهر دوشنبه و ناحیه کوهی یعنی که ثبت می‌شدن، بسیاری وقت چیزایی بودن در ولایت که اونها نمیدونم انعکاس نمی‌شدن، یعنی از نظرها دور بودن. اونها ما کوشش کردیم اون چیزایی که از نظرها دور بودن ما در فیلمنامه‌هامون یعنی که پیشنهاد تماشابینان سازیم. انا همین بود این استقلال انا نگاه کنید چقدر با ما یعنی که آزادی داد. موضوع رو بیاد، موضوع انتخاب موضوع برای ما آزاد است. دل خواه موضوع رو ما انتخاب میکنیم، مثلا فیلم برداری میکنیم، سخن آزاد داریم، موضوع آزاد داریم و این هم همش با شرافت استقلالیت کشور به دست آمد. حالا که شما جوان هستید، قدم‌های نخستین خود رو در سمت سینما میگذارید، از نگاه شما کدام فیلم‌هایی هستند در گذشته که امروز فیلم هایی که کارگردان ها در گذشته آفریدند و امروز اونها میتوانند به شما یک درس بدهند، یعنی از همون فیلم ها بیاموزید. کدام کارگردان ها رو میتوانید که شما نام برید که از اونها بیشتر میآموزید از فیلم هایشون، از فعالیت کاریشون؟ از هر یک فیلمی که ما تماشا میکنیم توسط چی تلویزیون سینما باشد، چی فیتاش رو دسترس میکنیم، چی از بایگانی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم رو دسترس میکنیم تماشا میکنیم، از هر یک فیلم استادان بزرگ از اونها، از هر یک فیلم اونها یک چیزی آموخته میشود. از هر یک فیلم اونها، از هر یک کارگردان اونها چیزی گرفته میشود، چیزی آموخته میشود. همه اونها برای ما درس هستند. هر کسی که استحصال کردن ببینید چند سال گذشت، تقریبا از 30 ساله ها زیاد گذشت که ما این فیلم ها رو برگشته ما تماشا میکنیم. عمر این فیلم ها رو چقدر دراز است، یعنی که اگر 100 ساله های دیگر رود اگر این فیلم ها رو ما تماشا کنیم یعنی که چشم نمیکنیم از اون فیلم ها و میخواهیم تماشا کردن، چون که این فیلم ها بسیار در سطح بلند آفریده شدن و از همین خاطر است که ما از هر یک این فیلم ها چیزی به خود میگیریم. از هر یک فیلمی که تماشا میکنیم من به دقت تماشا میکنم و کوشش میکنم که از اون فیلم، از اون کارگردان اون فیلم، از اون هنرمندانی که کدام کارگردان ها رو البته خود باریس کیمیاگرف هستند، تویر صابیروف هستند، خوب مرات توریپوف، این چنین کارهای اپراتوری من استاد زلایف که بسیار در سطح بلند حاضر ما تماشا میکنیم، همراه کارمندان مؤسسه تماشا میکنیم، میگیم ببینید قریب 40 سال پیش چقدر در سطح بلند یعنی نواربرداری شده است که حاضر تماشا میکنی فکر میکنی که زمانی حاضر این فیلم ثبت شده است. یعنی که همون لحظه‌ای که مثلا فیلم برداری کردن چقدر وای دارد که تو حاضر همون فیلم کنه نمیشه، یعنی که تماشابین چقدر تماشابین نه اگر بخواد که تماشا کنه فیلم رو همون قدر مثلا حواسش پیدا میشه که تماشا کنه این فیلم رو. هرچند شرایط کار خوب باشد، تکنولوژی نو باشد، ایجادکاری این است که اگر دل گرم نباشد، دل و دیده گرم نباشد، کسب خویش رو دوست نداری موفق نمیشوی. پیشروی شما از اون است که بچه‌های خاطلونسیнамо کسب خویش رو دوست می‌دارند، در همین سمت می‌خواهند که رشد کنند. از همین جهت پیشروی کار شما از هر جهت دیده می شود، هم در سمت فیلم های مستند و هم در سمت فیلم های بدیعی. و هرچند این سوال آخرین من سوال عنعنوی است، ولی من فکر میکنم که ایجادکار نمیتواند به نقشه آینده کار و فعالیت خود رو پیش برد، زندگی کند. البته در سمت فیلم آفرین ما در آینده نقشه های زیاد داریم و اون چیزایی که در دل ما بود پیش از تأسیس یابی مؤسسه حالا هم هست، ما میخواهیم اون نیت و اون فکرامون عملی سازیم و من فکر میکنم که مرحله به مرحله این کارو انجام داده میشود، چون که هیچ کار یک بار نشده است و من بسیار میخواهم که در آینده همین مؤسسه ما یک فیلم تاریخی گیرد،
یک فیلمی که از تاریخ قصه واقعا هم چون فیلم های تاریخ امروز خیلی کم اگر نیستم گویم خطا نمیکنیم، حتی نیستم گویم خطا نمیکنیم، لیکن ما در یک جایی با مقامات محلی که پیشنهاد کردیم علاقه یک فکرای خودمون که در باره مثلا یک قهرمان که باید که از قهرمان ملی بله قهرمان ملی خودمون یک فیلم تاریخی گیریم. خوب مقامات هم برای ما وعده های خوبم داده است که دستگیری میکنن و اینچنین باز نقشه های زیاد در سمت فیلم های مستند است که از تاریخ تأسیس یابی تمام شهر و ناحیه های ولایت خطلان ما فیلم برداری کنیم که کدام ناحیه ما کدام سال تأسیس یافت و در رشد اقتصاد و اجتماعیات ولایت اون ناحیه چی سهم دارد. ما 24-25 شهر ناحیه ولایت خطلان ما هم خیلی فکر داریم که هر یک اونها یک فیلم شود، یعنی که درباره از تأسیس یابی تا زمان صاحب استقلالی و نقش اونها امروز در زمان صاحب استقلالی در ولایت خطلان، یعنی که چی در ساحه اجتماعیات و اقتصادیات ولایت چی منفعت می آورد. بله. اگر فیلمی نخستین شما رو با فیلمی تازه ایجاد شما قیاس کنیم، اون کمبودی‌هایی که در فیلم نخستین بودن در این فیلم اخیران شما برطرف شدن. هر یک فیلمی که در مؤسسات تولید می‌یابد حرکت میکنم که از دیدی نظری به مرز تماشای خودی کینوکریتیک، یعنی که کینوشناسان باید من فیلم رو به مرز اینها گذارم و اونو تماشا کنم و همین خیلی میشود. در حقیقت هر یک فیلمی که ما ثبت میکنیم من کوشش میکنم میارم در اینجا با کینوشناسان نمایش میتیم، نشون میتیم پیش از اون که نخست نمایش فیلم برگزار میشود و در اونجا هر یک فیلم من یک خطاگی خود رو علاقه اصلاح میکنم. اینم خوب است که مرحله به مرحله علاقه بسیار چیزا رو فهمیدیم. در مقیاس چون شما گفتید فیلمی اگر اولین فیلم ما رو تماشا کنیم بعد هازی فیلم حاضر استحصال شده رو باور کنید فرق از زمین تا آسمان است. خیلی اون چیزی که ما آموختیم و از مثلا دانشگاه اومدیم اون چیز در ذهن ما بود، یعنی که در عمل اجرا نشده بود. در نظریه بود. بله وقتی در عمل ما اون رو اجرا میکنیم علاقه عمل دیگر است. آهسته خطاگیی که مثلا ما داریم یا که داشتیم آهسته یعنی که اصلاح شده است. البته حاضر در مؤسسه ما همون گونه که مقامات برای ما دستگیری کرده ایستادن در شرایط حاضر در کنونی همین قدر می شود. دستگیری خوب است، دستگیری بد نیست و اینچنین باز خیلی دیگر پرابلم‌های خیلی وجود دارن که یعنی جزئی هستن. بله جزئی هستن، مثل کشتی که یخ میشکنه همین قدر خیلی ما باید پیش رویم چون که البته مؤسسه نبود، مقامات محلی مقامات جایی که در ولایت خطلان مؤسسه رو تشکیل کرد. بله. خوب برای اینقدر کارمندان یعنی که واحد کاری شد با اونها معاش داد، یعنی که باز دیگر سمتای مبلغ گذاری مؤسسه رو یعنی که برداشت گرفت. اینش هم باشد مرحله به مرحله اجرا می شود. این دیگر پرابلمایی که وجود دارد من فکر میکنم که مرحله به مرحله اوناش هم یعنی که اجرا می شود. حالا 2 سال گذشت از تأسیس یابی مؤسسه ما، پس از 10 سال که میدونید که مؤسسه دولتی خاطلونسینامو چگونه کینوستودیو می شود و در اونجا چگونه فیلم ها تولید می یابد. انا با همین نیت های نیک، با همین آرزوهای نیک که شما اینجا بیان داشتید برنامه خویش رو به انجام میرسونیم و من فکر میکنم انا با همون دل و دیده گرمی که امروز شما و تمام اون سینما آفران خاطلونسینامو کار میکنند حتما که به قله مقصود میرسید و با بیننده های عزیز خویش در همینجا خیر و خوش میکنیم. به همه شما تن صحت و خونه عبود میخواییم. خیر. چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ کشتنیو چه مرا؟ این جبرو باز جواب میگوی با این کارو کردگی. فهمیدی؟ جواب میگوی. یگان کارت به جواب نمیمونه. حاضر بیست. الو؟ اکای فضلو؟ اکای التماس با می خونه ما رو حاضر بیو. هو اکا حاضر. مال اکا. حاضر بیست. جواب میگوی با این کارو کردگی. فهمیدی؟ خودش چی گفت؟ اوچا جون انا میکسه که دائم شما تعریفش میکنین در کاسه خوراک شما زر دادن شما رو کشتنی بود. توبه بگو بچم، توبه بگو. کلمه خیلی کورانه میکنم. بچه توبه بگو. اینجا بختیار در این نیمشب چی گپ شده؟ همین کس همسری ما در کاسه خوراک اوچم زر دادنی اوچم کشتنی بود. چی؟
تو سوءقصد به جان آدم گناهکار دانسته به جوابگری جنایی کشیده میشوی. سرقت شوم اکی نکمان نبر دختری خوبه اوچه چیها گفته ایستاده ایم سوءقصد به جان آدم کرده. راگر ما دلیل داریم شاهید داریم. راگر